و برادر دیگری سوال کردند که کسانی که در پلیس امروزه میلیسه هایی که در دولت های طاغوتی کار میکنند و بعضشون نماز هم میخوانند، آیا جایز است که در همین دولت غیر مسلمانی، دولت طاغوتی دموکراتی کار بکنند؟ یعنی بعضی از انسان ها هست که خود را مسلمان میگد و باز در قسم مینیسه یا که قسم پروکراتور یا که دیگر از قسم سود کار میکند. آیا جایز است یا نیست؟ البته جایز نیست، حرام است و این شرک است. و 4 مذهب اهل سنت و الجماعت اتفاق میکنند که زمانی که حاکم دولت کافر باشد، لشکرش هم کافر است. و میگوییم حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکند، این انسان کافر است و مشرک است. کسی نباشد، فرقی ندارد، کسی نباشد، کسی که به حکم غیر الله حکم میکند، حکم کمونیستی هست، دموکراتی هست، علمانی هست، قومی هست، جاهلی هست، چیزی نباشد، این رئیس و این کس کافر است، مشرک است. هم در توحید الوهیت شرک کرده است، هم در توحید ربوبیت و هم در توحید اسما و صفات. شرک اینها در توحید ربوبیت این است که یگانه الله این مشرع هست، قانونساز است، لیکن یک انسان ضعیف خود را میبراید قانونساز میگیرد و این مشرک در توحید ربوبیت است. و در توحید الوهیت تمام مردم را به همین قانون ساخته اش مجبور میکند که اطاعت بکنند و این شرک در توحید الوهیت. و در توحید اسما و صفات این است که صفت حاکمی، حاکم، حکیم، حکم، این 3 صفت از آن الله سبحانه و تعالی است. اما کسی که خود را حاکم نامید، اما کسی که تشریع ساخت، البته این در صفات های الله اسما و صفات هم شرک انجام است و این مشرک از همه جانب است و این کافر است. گرچنده که مرجئه های عصر وقتی که این سخن را میشنوند غضبشون میآید، برای اینکه اونها کافران را ولات الامور میگویند، برای اینکه اونها از دین مسئله تکفیر و مسئله احکام ردت را بیرون کردن، برای اینکه اونها موالات کفار دارند، برای اونها غضبشون میآید. اما حق همین است که زمانی که قانون وضعی را کسی که تحکیم کرد کافر است و وقتی که این چنین رئیس پادشاه پرزیدنت کافر شد، تمام لشکرانش که این پادشاه کافر را نصرت میدهند کافر خواهند شد. و این به اتفاق 4 مذهب اهل سنت و الجماعت است که اذا کفر الحاکم کفر جیوشه، یعنی زمانی که حاکم کافر شد جیشش هم کافر میشد. اما در این مسئله البته خوارج ها غلط هم میکنن، میگن اذا کفر الحاکم کفر المحکوم، حاکم کافر شود تمام کسانی که در همین منطقه زندگی میکنند کافر هستند. ما این سخن را میگیم که باطل است و این سخن عقیده خوارج است و ما بیزار و بری از عقیده خوارج هستیم. انسان های عامه مردم کافر نیستند وقتی که خود را مسلمان بگند، اما وقتی که پادشاه کافر شد جیشش به مانند مسئله کمک کنندگان، این پلیس ها که مجبور میکنند که قانون حکم غیر الله بر بالای مردم تطبیق بشود و سودیه ها، پروکرورها، این مردهای امنیتی KGB ها، همه اش گرچنده که خود را مسلمان گفت کافر است، برای آنکه اونها مبارزه به ضد دین اسلام میبرند، به ضد قرآن و سنت میبرند و حکم الله را رد میکنند و حکم یک طاغوتی یا یک 5 6 یا 10 نفر یک انسان های جاهلی کمونیستی که یک جا نشستند و پارلمان کردند و ساختند اون را افضل میدانند. پس برای همین میگوییم و نصیحت میکنیم کسانی که خود را مسلمان میگن از این عملهای زشت دست کشند و رزق خود را از دیگر جا پیدا بکنند. بارک الله فیکم. و برادر سوال کرده است که در تاجیکستان و در بسیار جایهایش کسانی که ریش دارند ریشداری را میتراشند، این معروف است، ریشداران را ریشش را میتراشند و نمازخوانی نمیگذارند و این چنین عملها سلفی میگن ترمه میکنند. این جوانان باید چیکار کنند؟ این جوانها باید هجرت به یک جای آزادتر بکنند. اگر به دولت‌های مسلمانی هجرت کرده نتوانند، از یک دولت کافری به دیگر دولت کافری، از دارالکفر به دارالکفر دیگر هجرت کردن جایز است، اگر این دارالکفر دوم سبکتر باشد.
پس زمین الله وسیع است، زمین الله وسیع است. هجرت کنید و دین الله را در عملهایتان آشکار بکنید و خار و ذلیل نباشید. بارک الله فیکم.